الان تلویزیون ما مثلا حدود 40 ساله یک 24 ساعت نیست که مثلا یه روحانی رو نشون نده، یه طلبه رو نشون نده. خواهی اینجور باشه باید مردم همه کشته مرده روحانیت باشن. شما هیچ وقت درد این مردم، شما حد اکثر توی خبر میتونیم بخونیم یه دستور بدیم که آقا مشکل برطرف شود، اون آقا هم گزارش میده مشکل برطرف شد. چون نه شما وقت داری ببینی واقعا مشکل، نه صدای مردم به شما میرسه که آقا مشکل برطرف نشد، دارن به شما دروغ میگن. و الا ما مسلم میتونست مدینه باشه، به قول شما نهی از منکر فردی بود، خانم حجاب تو حفظ، آقا تو بازار دروغ نگو، پسر گوش به حرف بابات بده، دختر جان بدون نظر بابا دوست پسر پیدا نکن. خود رئیس جمهوری وقت فرمود رسانه میلی، چرا باید رئیس جمهور یه مملکت خود رئیس جمهوری که به رسانه یه مملکت بگه میلی؟ این دیگه از فوش خارمادر بدتره. همینم پخش کنین. دیگه امروز دوران نهانکاری، مخفیکاری، یواشکی، مصلحت اندیشی، مصلحت نیست مردم بدانن، اینو پخش نکنین، اینا دیگه اصلا هیچ مسموع نیست. امروز همه چی علنه، همه چی شفاف. شایعه پخش میکنن که آقای نقویان شده ضد انقلاب. حالا من خودمو بکشم که بگم آقا والا بالله من ضد انقلاب نیستم، من ضد رفت. میگه اگه نیستی چرا رسانه پخشت نمیکنه؟ تصدیدی هستی؟ ما از امیرالمومنین میگیم، بعد میگم حاج آقا ما کو، حالا تو امیرالمومنین چون چقدر مثالای اونور میزنی؟ چشم. از غربی خوبیاشو میگه حاج آقا، از کشورهای فسق و فجور تعریف میکنیم، ما اصلا موندیم چه خاکی بر سر کنیم. بعد یه کسی بگه آقا چون بی‌حجابی زیاد شده بارون نمیاد. امام صادق یه حدیث داره میگه نه، چون قاضی حکم ناحق میده بارون نمیاد. امروز ما یه امیرکبیرهایی رو فعلا خفه کردیم، نمیذاریم صداشون در بیاد. بعد میبینیم آقا کار کشور درست نمیشه. خب بیاریم اینا رو، به خدا این کشور داره. گفتن آقا قحط الرجاله، گفتم نه. گفت جهل الرجاله، گفتم نه، رد الرجاله. در میخانه ببستن خدایا مپسند که در خانه تزویر و ریا بگشاید. خدا آقاتون رو خطر